من فکر میکنم که دوره آن رسیده است که از بس که ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و البته اطلاعات نقش خیلی مهمی میبازد، برای من وقتی آن رسیده است که باید تمام کشورها برای حمایت خودشان همین استفاده از وسایل اطلاعاتی را باید به درجه خیلی بلند شروع کنند. از پیامدهای افراطگرایی و دهشت افکنی که در جهان امروز ما در بسیار کشورهای دیگر منطقه ها میبینیم و همچنین در کشورهای نزدیک ما، همسایه های ما، البته ما را وادار میکند که مردم خود را، خصوصا نسل جوان را، نسل نورس را آگاه کنیم که در دنیا، در منطقه ما چی گپ است، چه حادثه ها رخ داده ایستادند. این دهشت خیلی میبینیم ویرانکاری آدمکشی میکنن و بعد خیلی دل میسوزه، بعد کمتر در دل ترس میشود که خیلی تو اینجا هم آمدنش ممکن برای همین هم خیلی دیگر یه فکر زیادی نیم. آنها به هر راه و وصول کوشش به خرج داده ایستادند که هم از طریق ماهواره، هم از طریق اینترنت، شبکه‌های اطلاعاتی گوناگون، رادیوهای گوناگون و البته برای گمراه کردن جوانای ما از هر وسیله‌های اطلاعاتی استفاده میکنند، چون که حرفه‌ای هستند در این کار. وظیفه بسیار مهمی واسطه‌های اخبار عامه است که به مردم نشان دهند، جوانان آگاه باشند که چیکار باید کنند، پیش از تصمیم گرفتن خودشان اطلاع داشته باشند، با کلانسالان، با مردم آگاه هم صحبت شوند، مصلحت پرسند و به خطاگی راه ندهند. با فکر شخصی من خیلی مثال رنگی این نوارا در راه مثال خیلی کشما در راه مثال اتمو گاز رسیم که مثال فکر ما شخصا ما چی مقصد چی فکر داریم، چی عقیده ما چی است، همین خیلی نوارا بسیار شود که گپ زنن، خیلی چی با خبر باشن که مثال نکنن همین خیلی کارا را. ما تنها کوشش کرده استیم که یک سهم داشته باشیم در مبارزه های اطلاعاتی و در تأمین امن و ثبات در کشور عزیزمون. فکر نمی کنم که دیر شده است، یعنی به قول تاجیکا یک مقال خوب تاجیکی است، دیر آید و شیر آید، و فکر می کنم که آن عملیات فعالیتی که در بخش اطلاعاتی حاضر شروع شده است، این البته یک نتیجه خوب خواهد داد. همیش چیزایی که ما در تلویزیون و رادیو تماشا میکنیم، مثال حادثه‌هایی که در شهر سوریه به وقوع میاد، مقتنع هستیم که شهروندان جمهوری به خطای راه ندهند. این به فکر من شخصا نادرست است.